خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. سلام بر شما بینندگان عزیز. قسمت دوم از برنامه تاریخ ناگفته صفوی ها. در برنامه اول، در قسمت اول درباره جد اول این خاندان یعنی شیخ صفی‌الدین اردبیلی گفتیم، به اینکه به دام صوفی ها گرفتار شد و صوفیگری رو برگزید و 5 نسل از نسل او رو یکی بعد از دیگری زندگیشون رو گفتیم که چگونه اینها تونستن بالاخره دم دستگاهی در اردبیل درست کنند و خانقاه بزرگی درست کنند و مرکز عبادت تبدیل بشن. منتها صدها مثل ایشون پیر و مرشد و راهروی چیز طریقت بود، شیخ طریقت. چرا اینها تونستن ارتش درست کنند؟ چرا اینها تونستن کشور درست کنند و سلسله ای رو بنا بذارن که 230 سال بر ما حکومت کنه و تا امروز هم به طریقی در زندگی ما مؤثر باشه؟ اون چرا رو امروز خواهیم گفت. منتها اول اینجا ما بیایم یک درسی بگیریم از زندگی شیخ صفی‌الدین اردبیلی شافعی مذهب ظاهراً بوده که اولادش نه فقط مذهب پدری رو ول کردن بلکه مذهب دیگری رو انتخاب کردن و در اون مذهب آزار و اذیت زیادی به مسلمان‌ها رسوندن، چرا که صفوی ها جلوی پیشرفت عثمانی ها رو در اروپا گرفتن. شاید امروز اگر صفوی ها به وجود نمی اومدن فرانسه و آلمان و کشورها هم تحت تصرف مسلمان ها می بود. لذا اینها ضربه کاری به اسلام زدن. باید ببینیم که چرا از اولاد این آدم چنین کسایی پیدا شدن. ببینید در بعضی از شعرها حکمت هست. شعری که میگه سنگ اول را نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج، این همونه که اینها اومدن یک چیزی از دین ما رو عوض کردن. صوفی ها ظاهرا از اهل سنت بودن و ظاهرا به بعض چیزها خوب متمسک بودن، به عبادت ها، به نماز شب ها، به روزیگیری ها ظاهرا. منتها رو آوردن به قبر پرستی و این یک لغزش بود که از همین لغزش آخر سقوط کردن به ته دره. روی این حساب است که شاید کسایی که وقتی که شیخ صفی‌الدین اردبیلی و امثال او رو در گمراهی دیدند و سکوت کردند امروز در گناه صفوی ها شریک باشند، مگر اینکه رحمت خدا شامل حال اونا بشه. لذا در مقابل گمراهی ها هر چند که کوچیک باشه سکوت لازم نیست. جایز نیست که بگیم عیبی نداره، حالا اینا مثل ما هستن، این اشتباه رو دارن. نه، یک اشتباه میتونه به 2 اشتباه به 100 اشتباه آخر به هلاکت منجر بشه. در این مورد من 1-2 داستان کوچیک خدمت شما بگم. یادم میاد یک سالی
همراه همسر خود و یک بچه کوچک خود رفته بودیم عربستان. سوار یک تاکسی شدیم. اون آدم از خود اهل سعودی بود، از اهل مدینه بود، اومده بود مکه در روزهای به اصطلاح حج تاکسیرانی میکرد و پول کم میکرد. وقتی ما رو سوار کرد، من که اون وقت عربی هم خوب نمیدونستم، یعنی میدونستم شاید 60%. وقتی سوار کرد موسیقی هم روشن کرد و سیگار هم میکشید و ما در سیگار بهش اعتراض نکردیم، ولی در موسیقی بهش گفتیم آقا این موسیقی رو ببندید، ما میبینی که به حج اومدیم و به الا پیاده میشیم. بست. ولی در یک حرفی من نمیدونم از حرف من چی فهمید، به من ایراد گرفت و گفت نه این حرف درست نیست و درست اینه. من گفتم ببین تو به من میگی درست اینه در حالی که خودت سیگار میکشی و خودت موسیقی گوش میدی. گفت آقا من موسیقی گوش میدم گناهکار هستم، من سیگار میکشم گناهکار هستم، منتها این دلیل نمیشه که این حرف تو که خلاف عقیده است درست باشه. من باش گفتم کدوم حرفم خلاف عقیده است و بعد فهمیدم که متوجه نشده بود. منتها از اینجا من یک درس گرفتم که این آدم اینو نگاه نکرد که آقا من خودم کامل نیستم، من این دو عیب دارم و ظاهرا در جلوی این آدم این دو عیب از من دیده شده. وقتی که از من یک انحرافی دید برای من گفت بعد به من گفت که من از قبیله جهانی هستم و نمیدونم در قبیله ما 4 صحابه بودن. دیدم آدم مطلعی هم هست. منتها این نکته برای من یک درس بود. اما چگونه شد که این همه پیر و مرشد آمدند و اینها به حکومت رسیدن، این درس دیگری است که درس دوم است که امروز در آخر برنامه انشاءالله به شما خواهم گفت. خب بریم به داستان شیخ جنید. اگه یادتون باشه ما به اونجا رسیده بودیم که شیخ جعفر و شیخ جنید دعواشون شده بود سر ملک اینا نبیره های شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستند و اینها و شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل. دعواشون شده بود سر میراث پدر. این گفت من باید مرشد باشم، اون گفت باید من مرشد باشم و پادشاهی وقت طرف برادر بزرگتر گرفته بود و شیخ جنید فرار کرده رفته به آناتولی. آناتولی کجاست؟ در ترکیه امروزی. و رفت به اونجا. وصال حق، ندای حقیقت. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بله، به اینجا رسیده بودیم که ما باید امر معروف از نهی از منکر کنیم. این توجه نکردن به این نکته باعث شد که شیخ صفی‌الدین اردبیلی تبدیل بشه به شاه اسماعیل صفوی، شافعی مذهب تبدیل بشه به یک اباحی مذهب خونخوار دشمن اسلام. چرا که لغزش پله به پله است و اگر در پله اول جلوش نگرفتیم میره به پله دوم. لذا امر معروف نهی از منکر خیلی لازمه و همین دلیل بدبختی ماست. این درس اول است که باید بگیریم برای آینده که در هر جایی که دیدیم ناراستی است امر معروف نهی از منکر کنیم. خب و این سوال دوم هم این بود که درس دومم این بود که چگونه این پیر و مرشدها مثل اینها پیر و مرشد زیاد بود توی ایران و غیر ایران، چگونه اینا تونستن به حکومت برسن. این درس دومی است که چگونگیش که در آخر برنامه خواهم گفت. حالا بریم به سر داستان شیخ جنید. به شما گفته بودم که در قسمت اول که بین شیخ جنید و شیخ جعفر که نبیره های صفی‌الدین هستند بر سر سرپرستی خانقاه عظیم اردبیل دعوا در گرفت. شیخ جعفر چون که برادر بزرگتر بود توسط پادشاه در این دعوا به اصطلاح طرفداری شد و رئیس خانقاه شد. به شیخ جنید قهر کرد و رفت به آناتولی. آناتولی کجاست؟ آناتولی پادشاهی عثمانی بود، ترکیه امروزی هست و در اونجا مستقر شد و از شاه عثمانی، چون که بالاخره اینا صاحب نام بودن و شافعی مذهب بودن، سنی مذهب بودن، از شاه عثمانی کمک خواست. شاه عثمانی برای زمینی داد و در اونجا زندگی کرد. اما آوازش رسید به پیرپرستا و شیخ پرستای ترکیه و در این وقت در ترکیه انقلابی هم شده بود که طایفه‌ای که بکتاشی‌ها بودن شکست خورده بودن از دولت عثمانی و مخفی شده بودن
اینها خلیفه هایی داشتن، برگزیدگان داشتن که اومدن پیش همین شیخ جنید که ببینن که این آقا چند مرد حلاجه و اینها شیخ جنید رو به عنوان رهبر قبول کردند. حالا باید ببینیم اینها کی هستن. شیخ جنیدی که شناختیم یک شافعی مذهبی بوده، یک صوفی بوده. در اینجا به اصطلاح به قول مثال برعکسش دیگه گل بوده و سبزه آراسته شد. این آقای صوفی با گروهی به نام بکتاشی‌ها یک جا شد. این بکتاشی‌های ترکیه حالا کیا هستن؟ اینها رو بیان بشناسیم. خود بکتاش، حاجی بکتاش نامی در سال 697 وفات یافته از مغول‌های تاتار، صاحب یک عقیده‌ای بوده که باید این مرشدگری که باید مرشد دنیا در دستش است و باید همه ازش اطاعت کنند و معتقد بوده به ولایت مطلقه رهبری. اما این همه اینو میگفتن، اما این یه چیزی داشته، این به جهاد هم معتقد بوده و گروه‌های جهادی درست کرده بوده و به جهاد به قول خودش کفار میرفته، مسیحای اون وقت که دور و برش بودن. این باعث شده که این بازارش گرم بشه. آقای حاجی بکتاش یه چیز دیگه ای نداشته، اما صوفیگری، قبر پرستی به اضافه همین جهاد هم باشه یک جا کرده بوده که معمولا این گروه ها این کار را ندارن، چون جهاد برای اینا غنیمت هم می آورده. طرفدارای اینها زیاد شدن. البته این مدعی بوده که من کراماتی دارم و نمیدونم مریض و شفا میدم و از این حرفا. منتها جهاد این رو، همین توجه به جهاد این رو مشهور کرد. ولکن این یک تعلیماتی داشت، برای خود خلیفگانی درست میکرد، خلیفه به اصطلاح جانشین، و 10 جانشین درست کرد که بعد از مرگش اینها تونستن همین طریقه این رو ادامه بدن و این طریقه موند. به چون که ارتش عثمانی در اون وقت همواره در حال جنگ با مسیحا بود و اینها هم به جهاد تشویق میکردن، با اینا هیچ اختلافی نداشت، یعنی چون که اینا با خود ارتش عثمانی جنگ نداشتن با پادشاه عثمانی، لذا اینها همینطور زیاد شدن و برای چون که دینم میدونستن همه جا شدن مسئول سیاسی عقیدتی ارتش عثمانی. ببینید چجوری جا گرفتن در ارتش. و این آدم باز مرد و کارش ادامه دادن و همینطور بودن به صورت به اصطلاح در یک سطح، تا اینکه مردی در بین اینا ظهور کرد به نام شیخ بدرالدین، تقریبا 80 سال بعدش از مرگ آقای همین حاجی بکتاش. این آقا هم پدر بزرگش هم در جنگ با کفار به قول اینا شهید شده بود و در مسئول سیاست عقیدتی بود در ارتش عثمانی ها. این در فکر در جوانی رفته بود، در مصر هم درس خونده بود و فلسفه هم خونده بود و صوفیگری هم خونده بود. با اهل حق یک فرقه گمراه بودن که حضرت علی رو اله میدونستن، با اونا هم این مراوده داشت و به حکم نظامیگری بودن یک مدتی در منطقه اونا بود، عقاید اونها رو هم پذیرفت. و این آدم به اصطلاح تئوریسین بود و کتابی هم نوشته و به نام واردات تالیف کرده که در اون عقیده خود گفته. عقیده چیه؟ وحدت الوجودی است، یعنی همه دنیا به اصطلاح یکیست، از خدا منشأت گرفته، یک عقیده کفرآمیزه. عقیده سگانه پرستی مسیحیان توش بوده، عقیده خداپرستی، اله پرستی، یعنی حضرت علی رو اله دونستن. اهل حق هم یا به قول خودشون که حالا اسم علوی رو سر خود گذاشتن هم این ستاره با هم جمع کرده، با عقیده سابقش با عقیده بکتاشی یک جا کرده، یک معجونی درست کرده و یک چیز جدیدی بیرون داده. یا شیخ ولکن نکته برجسته این عقیده چی بود؟ این خیلی مهمه، چون این عقیده رو اینها بعد به ایران آوردن. نکته برجسته این عقیده همون ولایت فقیه خب بود، اون که بکتاشی‌ها رئیسشون هم داشت. منتها این بود که اینها عبادت‌های شرعی مثل نماز و روزه و اینها رو حج رو تعویل می‌کردن و اینها رو دیگه لازم و ضروری نمی‌دونستن. اینا رو به اصطلاح میگفتن لازم نیست. این دیگه بر پیروان اینا افسود، چرا که مردم لاابالی هستن، دوست ندارن که دیگه عبادت سخت نماز بخونن یا روزه بگیرن. علاوه بر این یک شیطان بر دوشی سوار بود، یک کار دیگه هم کرد این آقای شیخ بدرالدین. بعضی از حرام‌های شرعی مثل شراب، زنا، حتی لواط رو این حلال کرد و این یادتون باشه که بعدها مذهب صفوی‌ها شد. صفوی‌های اولیه شیعه 12 امامی امروزی نبودن، این چیزا رو حلال می‌دونستن. این از شیخ بدرالدین گرفته بودن و این شیخ بدرالدین هم از علمای جبل عامل لبنان گرفته. اونا هم این عقیده رو داشتن که باز در دنباله صحبت‌ها در مورد علمای شیعه بهش میرسیم. طبعا این دو تا طرز تفکر که یکی که نماز نخون، روزه نگیر، عبادت انجام بده، یکی کار حرام انجام بده، آدمای
تمام تحت نام دین دیگه. یعنی آدم انسانی که مثال زنا انجام میده احساس گناه میکنه، اما اگر اینو به نام سیغه انجام بده احساس گناه نمیکنه، میگه برو 80 تا حج 70 تا حج ثواب بردی. این همین چیزا رو به نام دین درست کرده بود، شرابخوری و دیگر و چیزای دیگر که لازم نیست که پی در پی و بدتر از شرابخوری رو اسم ببرم، اینا رو به نام دین درست کرده بود و این کار بعد رو ثواب میدونست. یعنی چه فکری دیگه، وقتی که انسان گمراه شد آخر کارش به اینجا میرسه. این آقای گمراه شیخ بدرالدین کارش به اینجا تموم نشد. این تصمیم گرفت که در ارتش عظیم سلطان از عثمانی کودتا هم کنه، چون که گفتم تو نظامیا بودن اینا، چون که به جهاد عقیده داشتن، در ارتش نفوذ داشتن، نفرات داشتن، فرمانده ها داشتن. این به کمک دو فرمانده خیلی بزرگ به نام دده مصطفی و تورلاخ کمال که اینها هم در دو جای دیگه آناتولی فرمانده لشکر عثمانی بودن، تصمیم گرفتن که علیه سلطان عثمانی اینها چی کنن؟ کودتا کنن و انقلاب کردن. خلاصه چون که داستانش با مربوط نیست دیگه تو جزئیات انقلاب اینا نمیریم، اما شکست خوردن و بعد از اینکه تلفات زیادی به ارتش عثمانی وارد کرد، خودشون هم جزو ارتش بودن اما کودتاچی بودن، شکست خوردن و اون دو تا رفیقاش رو گرفته در جا اعدام کردن. اما چون که شیخ بدرالدین دوستان زیادی داشت و پیروان زیادی داشت، این رو آوردن و محاکمه کردن. در محاکمه جالبه که بدونید محاکمه کننده این قاضی این از شهر هرات افغانستان بود، افغانستان امروزی. مولانا هراتی ایشون رو محاکمه کرده و به حکم فریب و گمراه کردن مسلمین و ارتداد و برهم زدن امنیت و عقاید دیگه محکوم به اعدام کرد و در سال 826 هجری با طناب دار از بین رفت. منتها باید این رو بدونید که در اون وقت قسطنطنیه رو مسلمان‌ها فتح کرده بودن و غیر از این در شهرهای مسیحی نشین دست به پیشروی زده بودن و مسیحی‌ها ناراضی بودن. در این انقلاب مسیحی ها هم سعی کردن که به این به اصطلاح گمراهان بدری یا بکتاشی یا اهل حقی چه اسمشون رو بذاریم، معجونی بود دیگه، اباحیگری ها، اینها رو کمک کنن، ولیکن همگی شکست خوردن و به جای خود نشستن. اما اینا عقیدهشون همچنان موند به صورت تقیه، پنهانی عقیده خود رو نگه داشتن، ولیکن سرگردان بودن، نمیدونستن چی کنن و دولت اینا رو تحت تعقیب داشت. چرا دیگه کودتاچی رو دولتی به شوکت عثمانی نمیتونست رها کنه، اینا دائما تحت تعقیب بودن و پنهان بودن یا اینکه پنهان کاری میکردن. در این گیر و دار آقای شیخ جنید اومد در آناتولی، در جایی که این انقلابات شده. این صوفی های آناتولی هم بدرالدینی ها و بکتاشی ها، حالا دیگه کسی جرئت نمیکرد بگه من مرشد هستم. شیخ جنید چون که به این مسائل کار نداشته و مرشد یک منطقه دیگه بود، عثمانی ها به این کار نداشتن، چون این دخالتی در انقلاب بدرالدین نداشت. بدرالدینی ها دیدن که این آدم فعلا میتونه علنی کار کنه، اومدن دور این جمع شدن، دور این رو گرفتن، چون که آدمای تئوریسیانی بودن، مسئولای سیاسی عقیدتی بودن و اینم یک آدم خامی بود، از نبیره مفت خورده بود و مفت خوابیده بود. این رو جمع شدن دورش و عقایدی رو کم کم تغییر دادن. عقایدش خب گفتم لغزیده بود در صوفیگری، کم کم این رو چیزای جدید هم به خوردش دادن و ما نمیدونیم که تا چه حد به خوردش دادن، اما این رو میدونیم که شیخ جنید به جهاد معتقد شد، به جنگیدن. منتها مثل همه طریقای گمراهی دیگه جهاد اینها با مسلمان ها بود و در مناطق آناتولی به هر منطقه که میرفت کم کم رازش فاش میشد و پادشاه عثمانی رو شکایت میرسید و مجبور بود منطقه خود عوض کنه. آخر دید که خودش در خطر شد، مثل بدرالدینی ها چیکار کرد؟ یک زرنگی کرد، رفت در حالا این دیگه نکردن رئیس خودشون به طور مخفیانه، رفت در نزدیکی دریای سیاه یک امارت مسیحی نشین بود به نام ترابزون. این هنوز از بین نرفته بود، قسطنطنیه از بین رفته، خیلی از مناطق از مسیح از بین رفته، اما این منطقه کنار دریا هنوز امیدی داشت که زندگی داشته باشه، در حالی که در قلب مسلمان‌ها حالا قرار گرفته بود. به این رفت اونجا به بهانه جهاد با اونها به اصطلاح همون مناطق مون دیگه، اونجا کسی بهش کار نداشت و این به اصطلاح مرضی که داشت سر مسیحی‌ها خاله می‌کرد، گاه بیگاه سر اونها حمله می‌کرد و غنیمت‌های می‌گرفت و دولت ترابزون هم به شدت در مشکلات بود با عثمانی‌ها، دیگه اینقدر وقت نداشت که جلوی اینا رو بگیره. یک مدتی اونجا بود
تا اینکه پادشاه عثمانی به واسطه اذن حسن که حالا میرسیم که اذن حسن کیه، با این امارت مسیحی نشین صلح کرد. وقتی که صلح کرد عرصه بر شیخ جنید تنگ شد، دیگه نتونست به اونها حمله کنه. از این ور عثمانی ها هم روی خوش بهش نشون ندادن. این دفعه باز از دیار عثمانی ها بیرون اومد به دیار بکر. دیار بکر الان در دست عثمانی هاست، اما در اون زمان که داریم این داستان رو تعریف میکنیم یک کشور مستقل بود و شخصی به نام اذن حسن بهش حکومت میکرد که این اذن حسن رئیس قبیله آقویونلو بود. نه از قبیله های ترک و تاتار بودن که در دستگاه تیمور بودن. وقتی که تیمور از اینجا میرفت، مثل که حالا انگلیس اومده هر جایی که گرفت یا آمریکا اومده هر جایی که گرفت، وقتی که میره نوکرای خودش میذاره، اونم دیگه کسایی که باش همکاری داشتن گذاشت. و این قبیله چون باش همکاری داشت، اذن حسن رئیس این قبیله رو در همون منطقه اینها به اصطلاح جا دادن، زمین دادن و تیموری ها که بعد برگشتن به سمرقند و بالاخره این اونجا برای خودش یک پادشاهی درست کرد در جنوب دریاچه وان در ترکیه امروزی. این آقای چیز اومد پیش همین اذن حسن، آقای جنید، شیخ جنید. چرا که حالا در عثمانی هم جا نداشت، در کشور خودش هم جهانشاه قرقیونلو که بود که بیرونش کرده بودن چون که با برادرش جنگ کرده بود، اونجا هم جا نداشت. در وسط این دوتا در دیار بکر این اومد و در اونجا زندگی کرد. ولی جالب اینه که بدونید علت صلح شاه عثمانی با امارت مسیحی نشینی که عرض کردم، همین چی بوده به اصطلاح با طرابزونی ها، همین اذن حسن بوده. اذن حسن چون که با پادشاهان این طرف، پادشاهان ایران در حال دشمنی بود، دنبال دوست میگشت و حتی از پادشاه عثمانی هم کم بیش میترسید، دنبال دوست میگشت. با این متحد شد، با این مسیحی ها. اذن حسن با مسیحی ها متحد شد و دختر پادشاه مسیحی ها رو گرفت به نام کاترینا. این چون که کاترینا به داستان ما ربط داره، من اینو اینجا ذکر کردم. به هر حال کاترینا اومد به پیش اذن حسن و آقای شیخ جنید هم اومد به پیش اذن حسن. اذن حسن چون که اینها جهادی بودن، به اصطلاح جنگی بودن، به اینا احتیاج داشت. اینا رو بالا پر خودش گرفت و به کار عجیبی کرد. خواهر خودش رو داد به کی؟ به همین شیخ جنید. شیخ جنید که رهبر حالا قزلباشا و همون بدرالدینی هاست. برای چی؟ برای که بتونه ازش استفاده کنه. آدم گویا زرنگی بوده، میخواسته از هر کس استفاده کنه. خواهرش به این داد که از نیروهای این بتونه استفاده کنه. به شیخ جنید سکوی پرتاب پنجم رو هم برای صفوی‌ها با این ازدواج درست کرد. چرا که یعنی این مقام دیگه خیلی بزرگتر بود از عروسی صفی‌الدین با شیخ زاهد گیلانی که دفعه قبل به شما گفتم. با خواهر یک پادشاه عروسی کرد. شیخ جنید حالا دیگه وضعش خوب شده، هم شیخ من طریقت است، هم مرید داره، هم در خاندان پادشاهی خواهر پادشاه رو گرفته، داماد پادشاه است. منتها چون که عقیده بدرالدینی ها رو داشت، هنوز نمیخواست زندگی آرامی داشته باشه، در فکر جنگ بود. فهمیده بود که کار پیش نمیره مگر با جنگیدن. حالا با کی بجنگه؟ با عثمانی که نمیتونه بجنگه، با برادرش و پادشاه هم منطقه‌ای که برادرش حالا پادشاه بود که نمیتونست بجنگه. به اذن حسن گفت به من اجازه بده من برم داغستان به جنگ مسیحا. حالا این برای عبور از اینجا باید از دو منطقه رد میشد. یکی از منطقه آذربایجان که به دست جهانشاه بود، یکی از منطقه شیروان که به دست شیروانشاه بود. این دیگه بهانه کرد. اذن حسن هم دوست داشت که برای اینها مشکل درست کنه، چون که در حالت رقابت بودن با پادشاه به اصطلاح آذربایجان. بهش اجازه داد. اینم تاتارا رو جمع کرد، همون مریدای خودش رو جمع کرد و به این بهانه که من میرم قبر جد خودم رو زیارت کنم، صفی‌الدین اردبیلی رو، چون حالا صفی‌الدین اردبیلی قبرش مشهور شده بود، یک زیارتگاه بزرگ بود. شاید امروز در ایران نباشه چون که به شافعی مذهب بوده، در اون وقت دیگه بود. حرکت کرد. در راه رسید به منطقه شیروان و پادشاه شیروانشاه جلوشی گرفت، نذاشت که جلوتر بره و در بین اینها جنگ در گرفت و در این جنگ
این از کی کمک خواست؟ از جهانشاه قرقیونلو، همون پادشاهی که بین این و برادرش، بین شیخ جنید و برادرش حکم کرده بود و بارگاه اردبیل داده بود، خانقاه اردبیل داده بود به جعفر، به جنید بیرون کرده بود. این از جهانشاه کمک خواست، جهانشاه به کمکش رفت و بالاخره تونستن این رو در یک جنگ سختی از پای در بیارن و در منطقه به نام تبرسران شیخ جنید رو کشتن. این واقعه در سال 865 قمری اتفاق افتاد. در این سال، یعنی پدر بزرگ شاه اسماعیل در این سال 865 قمری به دست دو پادشاه، شیروانشاه و جهانشاه کشته شد و لشکرش فراری کردند و برگشتن پیش اوزون حسن. اوزون حسن کی بود؟ همون که خواهر خودشو بهش داده بود. حالا این مرد بدون بچه نمرده، بچه داره، بچه‌ای به نام حیدر داره. الان بچه شیرخوار است. اوزون حسن اومد از زرنگی استفاده کرد، همین شیخ حیدر رو کرد. شیخ حیدر کیه؟ پدر شاه اسماعیل صفوی است و شیرخوار است. الان شیخ حیدر رو کرد مرشد، شیخ طریقت. ببینید گمراهی رو. و یک بچه شیرخواره شد رئیس به اصطلاح همین رهروان طریقت و سالک ها به اصطلاح. و مریدها همه دور همین بچه جمع شدن که این بچه دیگه نظر شده است و اینا. و اوزون حسن هم خوشحال بود که حالا این بچه که تا قدرتی نداره، خواهرش، مادرش خواهر منه و تو دستگاه منه، حالا من هم مقام معنوی پیدا کردم هم مقام پادشاهی. و شیخ حیدر نگه داشت و شیخ خودش به جنگ به اصطلاح کی رفت؟ به جنگ جهانشاه. شما یک میان برنامه رو ببینید. بعد از میان برنامه من دنباله داستان پدر شاه اسماعیل رو خدمت شما عرض کنم، پدر در حال حاضر شیرخواره او رو. میان برنامه رو ببینید. وصال حق، گامی در راستای بیداری. با سلامی دوباره. تا اونجا رسیده بودیم که سلطان شیخ جنید به دست جهانشاه و شیروانشاه کشته شده و پسر شیرخوارش حیدر جانشین شده به دست کی؟ شیرخواره که کاری نبوده، اوزون حسن این رو جانشین پدرش کرده و اوزون حسن است پادشاه قرقیونلوها. بالاخره این دو همسایه نتونستن به هم بسازن، اوزون حسن و جهانشاه، و بین اینها در سال 873 10 سال بعد از واقعه مردن شیخ جنید جنگی در گرفت و در این جنگ جهانشاه بالاخره کشته شد. به سرزمین تحت تصرف او که غالب ایران در دست جهانشاه بود به دست اوزون حسن افتاد و اوزون حسن بعد از این پیروزی پایتخت خودش از آمد، از دیاربکر آورد به تبریز و تبریز شد پایتخت او و این شد اوزون حسن شد پادشاه ایران. جهانشاه کی بود؟ همونی بود که گفتم جنید رو بیرون کرده بود، اردبیل داده بود، خانقاه اردبیل داده بود به شیخ جعفر. حالا اوزون حسن برگشته و پسر شیخ جنید آورده و پسر شیخ جنید خواهرزادش هم هست. طبیعی است که دستور داد شیخ جعفر رو بیرون کنن از خانقاه و بدن به دست شیخ به اصطلاح حیدر که هنوز بچه است، عمری نداره، اون تا کودک بوده دیگه، حالا کمی بزرگ شده بوده، 10 ساله 9 ساله بوده. و این بچه رو آوردن نشوندن به عنوان مرشد و جعفر رو بیرون کردن و دیگه کسی از داستان جعفر و فرزندانش خبری نداره که آیا قتل عام شدن چی شدن. تاریخ دیگه از اونها چیزی ذکر نکرده که برادر جنید چه بلایی سرش اومد. ولیکن پسر جنید، پسر 8 ساله جنید، حیدر، در جای پدر نشست. اوزون حسن هم شافعی مذهب بود و اصلا خبر نداشت که این جنید عقاید باطلی داره و بدرالدینی ها عقایدشون وحشتناکه، علی اللهی هستن، وحدت الموجودی هستن و مسلمان ها رو مسلمان نمیدونن. اینا رو نمیدونست و اونها چون تقیه میکردن این عقیده رو از اوزون حسن پنهان کردن
منتها حیدر رو بر اساس عقیده خود تربیت کردن و به حیدر یاد دادن که تنها راه پیروزی این است که شما نظامی باشی، اسلحه تولید کنی. خانقاه این دفعه تبدیل شد به مرکز تولید اسلحه های زیاد اینا درست کردن، مثل که کارگاه اسلحه سازی باشه. اما این نکته رو باید بدونید که اینها چون نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، بدرالدینی ها به اصطلاح خلیفه هایی که سرپرست شیخ حیدر شده بودن بعدها سرپرست شاه اسماعیل شدن، مردم ایران دیگه از اینا دست برداشتن، دیگه کسی مرید اینا نمیشد، چرا دیگه اینقدر عقل داشتن که باید شیخ نماز و روزه رو که دیگه بگیره و نماز بخونه و روزه بگیره. اما همون تاتارهای وحشی که از آناتولی اومده بودن، همونها چشم بسته و گوش بسته تحت پیروی همین شیخ حیدر بودن. شیخ حیدر به اونا دستور داد که لباس قرمز بپوشن و کلاه خودشون رو پر بذارن، کلاه سرخ بر سر کنن و اینها از اونجا بعد مثل همون کاری که بدرالدین کرده بود و اینها دوباره قزلباش‌ها پیدا شدن. اما از خوششانسی ترکا این دفعه در ترکیه پیدا نشدن، ترکا اونا رو از بین بردن، این دفعه در ایران پیدا شدن تا بدبختی رو برای ما رقم بزنن برای قرنها. شیخ حیدر بسیار افراطی تر از پدرش شد، چرا که از کودکی، حالا جنید یه چیزی از پدرش یاد گرفته بود از مذهب شافعی، این بیچاره از پدرش هم چیزی یاد نگرفته بود و از شیرخوارگی در دست خلیفگان بود. خلیفتگان بدرالدینی کاملا در اختیار اونا قرار گرفت و عقاید بسیار افراطی پیدا کرد و به شدت با اهل سنت مخالف شد در حالی که پدرانش اهل سنت بود. در سال 882 اوزون حسن مرد. تا اون وقت این آقا چون که خواهرزاده به اصطلاح اوزون حسن بود، در اردبیل کسی به چیزی نمیگفته. شیخ طریقت هم بود، برای خودش یک حکومت کوچیک درست کرده بود و گفتم اسلحه هم ساخته بود و اینطوری که روزبهان خنجی می نویسه. شما باید یادتون باشه، من کاش اول برنامه قبلم یادم رفت بگم که من بسیاری از قسمت های گفته های خود رو از کتاب شاه اسماعیل امیر حسین خنجی تاریخدان بزرگ دارم برای شما می نویسم و این تاریخدان شیعه هست، یعنی سنی نیست که فکر نکنید که به طرفداری نوشته. خودش در اول کتابش می نویسه که من شیعه علوی هستم، شیعه صفوی نیستم. امیر حسین خنجی. بله، این روزبهان خنجی به گفته همین آقای امیر حسین خنجی می نویسه که در مورد همین فعالیت‌های شیخ حیدر می نویسه که اکثر اوقاتش در تهیه مقدمات لشکرکشی از نیزه ساختن و تیغ پرداختن مصروف بود. در ساختن اسباب حرب و تهیه آلات طعن و ضرب یگانه زمان بود، یعنی خودش هم اسلحه ساز بود. چند هزار سرنیزه و جوشن و شمشیر و سپر مهیا کرد خودش، بی آنکه به دستیاری صانعان محتاج گردد، یعنی با دست خودش چند هزار نیزه ساخت. یعنی این اینجوری مرشد بود که شما ندیدید، مرشدی بود که نظامی بود، در همین حالی که عقیدتی بود، این همون حال نظامی بود. و این جواب درس عبرتی هست که به عنوان درس عبرت دوم امشب میخوام برای شما بگم که برای پیشرفت چه انسان باطل باشه چه انسان حق باشه، چه حق باشه چه باطل باشه، بدون داشتن قدرت نظامی این ممکن نیست. پیامبر ما هیچ کس صلی الله علیه وسلم هیچ کس بیشتر از او منطق و حکمت و حقگو نبود. منتها تا وقتی که شمشیر به دست نگرفت و از عقیده خود دفاع نکرد کارش پیش نرفت. پیامبران خدا همشون به اصطلاح بهترین مردم هستن و بهترین عقیده ها را آوردن، اما روز قیامت پیامبری میاد که حتی یک پیرو هم نداره. منظور من این است که باطل هم همینطور، حالا اینا باطل بودن منتها به خاطر اینکه دست به اسلحه بردن و تونستن عقیده باطل رو بر عقیده حق از عقیده خود دفاع نکرد، جهاد و دفاع رو فراموش کرد، باطل هجوم آورد و از بینش برد. امروز هم اگر شما نگاه کنید در دنیا اون دولت‌های برتر هستن که حق نیستن اما قدرت نظامیشون بیشتره. به هر حال
همین گفته ماست که چه بخوام هرچی که حرف خوبی نیست اما مجبوریم قبول کنیم چون که به چشم خود می‌بینیم. ماو میگفت که حق در لوله تفنگ است، یعنی هر کس که لوله تفنگش قوی‌تره اون حق داره. حالا شما ببینید ابرقدرت آمریکا 95% صنایعش نظامی است. همین اینترنت فکر می‌کنید چیه؟ اینترنت اصلا یک وسیله نظامی بود که بعد در خدمت غیر نظامی‌ها در اومد. اولین بار توسط نظامی اختراع شد. یعنی همه چیز در خدمت اوناست و به خاطر همین نظامیگری تونستن که در تمام دنیا اینها نفوذ پیدا کنن. منظورم اینه، حالا بحث ما بحث اینا نیست. بحث من این است که علت چرا این مرشدها مثل مرشدهای دیگه تو تاریخ مدفون نشدن. مرشدها اومدن مثل آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. می اومدن و می رفتن. هزاران مرشد ما داریم که می گفتن نمیدونم ما ستاره رو به زمین میاریم و نمیدونم ما مرده رو زنده میکنیم، اما آخر چیزی نشد از اینا. اما اینها تاثیرشون تا امروز هست. چرا؟ به خاطر همین که این حیدر و جنید پدرش دست به اسلحه بردن برای پیشبرد عقاید خود. خواهی نخواهی این حرف رو ما باید قبول کنیم. این درس عبرت از قسمت دوم برنامه تاریخ ناگفته صفوی است. دنبال داره داستان. حیدر خودش خواهرزاده شاه بود، یادتون نره. شاه حالا اومده دختر خودش هم بهش داده. به خواهرزاده خودش اذوالحسن دختر خودش رو مارتا رو داده. مارتا چرا اینا اسمای چیه؟ مادرش به اصطلاح مادر مارتا کاترینا نام داره. مارتا دخترشه و مارتا شده زن حیدر و حیدر و مارتا میشه مادر شاه اسماعیل. این گفتم تا بدونید مارتا کیه. مارتا شده زن حیدر و مادر همین شاه اسماعیلی که قرار است ایران رو خاکش به تبره بکشه بعد از چند سال دیگه که خواهید دید. کاترینا همون خانمی است که از امارت مسیحی نشین مجبوراً با اذوالحسن عروسی کرد تا اذوالحسن با پادشاه تروبزون متحد بشه علیه عثمانی ها. ولی کاترینا وقتی که با اذوالحسن عروسی کرد شرط کرد، یک مسیحی معتقد بود و مسیحا اون وقتا شدیداً در فشار بودن توسط عثمانی ها و پایتختشون از بین رفته بود قسطنطنیه. شرط کرد که آقا من زنتون میشم اما از دینم بر نمیگردم و اذوالحسن قبول کرد. با اهل کتاب عروسی جایزه. ایشون اومد با خودش در تبریز کلیسا هم ساخت، چند تا کشیش هم با خودش آورد و هر وقت که به کلیسا میرفت دختر خودش مارتا رو میبرد. مارتا همینی است که حالا مادر شاه اسماعیل میشه. مارتاش میبرد و اون هم با عقاید مسیحیت پرورش پیدا کرد. پدرش اذوالحسن که پادشاه بود در فکر این چیزا نبود، نه اینقدر وقت داشت. کاترینا یک مسیحی متعصب بود و جالب وقتی که زن اذوالحسن بود خبر بهش رسوندن که پدرش رو دختر پادشاه تروبزون بود، پدرش رو و خاندانش رو شاه عثمانی از بین برده و حکومتش از بین برده و تموم شده. طبعا کینه این زیادتر شد. این کینه رو به دخترش مارتا منتقل کرد و مارتا زن حیدر شد و این کینه رو به شاه اسماعیل صفوی منتقل کرد. خواستم بدونید که مارتا کی بود. مارتا با حیدر با عروسی با مارتا یک قدم دیگه پیشرفت کرد. تا حالا خواهرزاده شاه بود، حالا داماد شاه هم شد. پیشرفت کرد و دیگه خودش یک پادشاه خودمختار در منطقه خودش شد. بالاخره آقای اذوالحسن که اینقدر شیخ حیدر رو میدان داده بود، شاه اذوالحسن در سال 882 مرد و در بین جانشینیش بین پسراش به اصطلاح دشمنی افتاد. این کاترینا یک پسر هم داشت به نام مقصود. شما هم این اسم مقصود رو نگاه کنید میفهمید که مقصودش چی بوده. یعنی این اسم هم یک اسم رمزداره. مقصود از همین اذوالحسن به اصطلاح. ولیکن این مقصود نتونست در جنگی با برادرها جون سالم به در ببره و برادر بزرگتر خلیل او رو گرفت و کشت و خفه کرد و بالاخره در جنگ بین برادرها یعقوب، سلطان یعقوب تونست حکومت به دست بگیره. سلطان یعقوب تحصیل کرده و به اصطلاح صلح دوست بود، جنگ و دوست نداشت. در همین وقت پسر سلطان محمد فاتح هم در عثمانی به حکومت رسیده بود، او هم جنگ و زیاد دوست نداشت. آرامی برقرار شد و دو قدرت بزرگ که مثلا صلح کردن یا جنگ هم نداشتن، بین خود با دیگران هم جنگ نکردن، باعث شد که آبادی زیاد شه، فراوانی زیاد شه، جنگ که نباشه به اصطلاح زیاد میشه، هر نعمت زیاد میشه، عقل زیاد شد و دوباره فقیه ها اومدن جای صوفی ها رو گرفتن. دکان صوفی ها بسته شد. بالاخره مردم دیدن که یک مدتی مردم گمراه میشن، خب این صوفی ها خودشون دستشون رو میشه، همشون به اصطلاح
تنقشایی هستن که دنبال پول جمع کردن و عیش عشرت هستن. این که دین تونست دوباره جای صوفیگری رو بگیره، این بر شیخ حیدر اصلا خوش نیامد. به شیخ حیدر اصلا جنگ دوست داشت، چرا که از جنگ پول پیدا میکرد. آخر مجبور میشد به خاطر این کار عمه خودش رو دائما میفرستاد پیش به اصطلاح پادشاه وقت. بعدش وقت میخواست که اجازه بده ما بریم به اصطلاح به جنگ کافرها، شاید که چی بگیریم، غنیمت بگیریم و زندگی خود بگذرونیم. در یکی از این درخواستا بهش اجازه داده شد که بره در داغستان به اصطلاح جهاد کنه، اما او اصلا هدفش این بود که بره با چیز بجنگه، با شیروانشاه. البته این نکته رو بگم، شیروانشاه کی هست؟ همون که پدرش کشته. البته این نکته رو بگم که در این مدت دیگه یک پادشاه خود مختار شده بود، شیخ حیدر. قزلباش خودش فوج داشت و دشمنای خودش رو در همون منطقه میزد. اهل سنت چون که با عقاید افراطی بزرگ شده بود، سنی‌ها رو کافر میدونست، به دههای اونها حمله میکرد و پی در پی شکایت به سلطان یعقوب میومد و سلطان یعقوب نمیتونست بفهم، چون اصلا خبر نداشت که این آدم این عقاید افراطی رو داره، گرنه بهش ملت نمیداد، چون که اونم شافعی مذهب بود. خبر نداشت که خواهرزادش به اصطلاح با یک عقیده باطلی آورده که خود اینم کافر میدونه. این حملات پی در پی شیخ حیدر به اطراف باعث شده بود که مردم خیلی ناراضی بشن و شکایت به شاه سلطان حسین ببرن. شما ببینید جنایتایی که در خود اردبیل کرده همین شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل. یکیشو روزبهان خنجی اینطور نوشته، فضل الله روزبهان خنجی، میگه که او در اردبیل برای آسیب رساندن به مخالفانش به هر وسیله‌ای متشبث میشد، از جمله سگ زنده را آلوده به نفت میکرد، به شب هنگام که همه در خواب بودن به آتش میکشید. یعنی سگ رو نفت سرش میریخت بیچاره رو و بعد اینو میبرد در خانه مخالفای سگ آتش میزد. طبعا سگی که بیچاره آتش گرفته میدوه دیگه، این میدویده داخل خانه و به هر طرف میرسیده خانه رو آتش میزده. این یک راه ضربه زدنش به دشمنانش بوده، یعنی بیرحمی رو از همون تاتارا یاد گرفته بود و دائما جنایتایی که میکرده شکایتاش به سلطان میرسیده. سلطان که بازپرسی میکرده این عمه خودش رو به شوهر خواهر خودش رو، چون که پسر عمه به شوهر خواهر سلطان بوده، سلطان باش مدارا میکرده و همیشه عمه‌شو به تبریز میفرستاده که پیش سلطان شفاعت کنه، تا اینکه آخر تصمیم گرفت بره به اصطلاح به بهانه جنگ با داغستانی ها به شیروانشاه حمله کنه، همونی که پدرش کشته بود و بالاخره همین کارم میکنه. ناخبر به شیروانشاه حمله میکنه و شیروانشاه بازم از سلطان یعقوب کمک میخواد. اون وقت جهانشاه کمک خواسته بود، حالا از سلطان یعقوب کمک میخواد. سلطان یعقوب بازم همون سناریویی که برای پدر این تکرار شده بود برای شیخ جنید، برای حیدر هم تکرار میشه. منتها اینجا دیگه جهانشاه نیست، یعقوب است. یعقوب میاد به کمک شیروانشاه و دوباره در حالی که نزدیک بود که شکست هم بخورن، در آخر همین شیخ حیدر یک تیری میخوره پدرش اسماعیل و کشته میشه. با کشته شدن او نفرات زیادی از نفراتش کشته میشه و سلطان یعقوب جنگو میبره. سلطان یعقوب حالا متوجه شده بعد از این واقعه که این آدم خطرناکی بوده، آبروش برده، خواهرزادش بوده و دامادش بوده، به اصطلاح داماد پدرش بوده، خواهرش هم شوهر خواهرش هم بوده. این چیکار میکنه؟ میاد خانقاه رو خراب میکنه، همین املاکشو به مردم میده و به طور کلی از بین میبره اردبیل و خانقاه اردبیل رو و سر همین بریده برای اینکه به مردم بفهمونه که من با حیدر نبودم، سر بریدهشو در شهر میگردونه، آخرش جسدش میندازه جلوی سگ‌ها. چرا؟ برای ثابت میشه بعد از این که این آدم است که مسلمان نبوده و نباید مرتد بوده و به این طریق حتی جسدش رو هم دفن نمیکنه. از این معلوم میشه که سلطان یعقوب معتقد بوده که این آدم باید به این صورت کشته بشه. و بعد کاری که میکنه، اون داستان اولی ما، حالا کیه؟ این 3 تا پسر داره. داریم میرسیم به داستان اصلی خودمون. داستان اصلی ما چیست؟ که ایشون 3 پسر داره به نام اسماعیل، ابراهیم و علی. 3 پسر داره از مارتا به اصطلاح همون چیزانی که به شما گفتم و مارتا هست خواهر یعقوب. یعقوب خواهر خودش رو برمی‌داره میاره به تبریز
و با پسراش و بعد برای اینکه دست چیا در تبریز اینا رو نگه می‌داره زیر دست خودش و خانقاه اردبیل از بین میبره. وصال حق جدا کننده حق از باطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد از این میان برنامه دوباره خدمت شما هستم و سلام عرض میکنم. به اینجا رسیده بودیم که سلطان یعقوب خانقاه رو خراب کرد، سر بریده حیدر رو در شهر گردون و بعد جلوی سگا انداخت و دستور داد که پسران حیدر که بینشون شاه اسماعیل هم بود و مادرشون مارتا که خواهر خودش میشد، خواهر سلطان یعقوب، اینا رو به تبریز بیارن به محل پایتخت و بعد از اونجا فرستادشون در فارس تا شیراز که به طور کلی از دسترس پیروان فرقه ضاله دور باشند. به این کار انجام شد. اما وبای آمد در سال 899 آغاز سال 900. یادتون باشه که در سال 907 به اصطلاح شاه سلطان حسین شاه اسماعیل پادشاهی رو میگیره. حالا ما در سال 899 هستیم. 8 سال بعد قراره شاه اسماعیل پادشاه بشه. یادتون باشه. سلطان یعقوب در این سال از بین میره و خانقاهی رو که خراب کرده بود دیگه کسی باور نمی‌کرد دوباره آباد خواهد شد. خانقاه اردبیل رو منتها بین پسران اوزون حسن و پسران خود سلطان یعقوب جنگ در میگیره. آخر نوه اوزون حسن یا برادرزاده عرض به حضور شما همینا سلطان یعقوب که پسر همون مقصود بود، مقصود دختر کاترینا، رستم بیگ، پادشاهی رو میگیره. ایشون که پادشاهی میرسه دشمناش خیلی زیاد میشن. طبعا به خاطر همین اختلافات دوباره سعی میکنه از همین تاتارهایی که پیروان مرشد خود ما حیدر بودن کمک بگیره، چون اینا جنگی بودن. آدم جنگی رو هر کس میخواد. یکی مرد جنگی به 100,000 این نظر رستم بیگ هم بوده. رستم بیگ این مردا رو دوباره جمع کرد و به خاطر اینکه بتونه اینا رو جمع کنه پسر بزرگ حیدر رو، برادر بزرگ شاه اسماعیل رو به نام سلطان علی دوباره بردش در خانقاه خراب شده اردبیل، دوباره این رو مرشد کرد. منتها این دفعه دیگه اینا با دست باز شروع به جنایت کردن. این دفعه با دست باز و علنی حمله می‌کردن تاتارها به مردم منطقه، به شکایت‌ها به سلطان، به دوباره مثل پدرش مثل عمویش دوباره شکایت‌ها به مرکز اومد و رستم بیگ هم مجبور شد که علیه اینها دست به حمله بزنه. در بین اینها جنگی در گرفت. اینا دوباره می‌خواستن برن شیروان به جنگ پادشاه شیروان که این رستم بیگ رو نمی‌خواست. دوباره بین اینها جنگی در میگیره. در این جنگ قزلباش‌ها شکست می‌خورند و فراری میشن. دوباره چیز کشته میشه و به اصطلاح به گفته اینها حیدر کشته میشه و قزلباش‌ها اسماعیل و ابراهیم دو پسرای دیگه شیخ حیدر رو برمی‌دارن میبرن به لاهیجان و از تبریز و آذربایجان به طور کلی دور میشن و اونجا میسپرن به دست، در یک مدتی در رشت اینو پنهان میکنن، یک مدتی با حاکم زیدی مذهب لاهیجان میسپرن. او خبر نداره که اینها گروهی که گمراه هستن. پس تقدیر این بوده که شاه اسماعیل از بین نره. البته یک نکته در اینجا هست، کسی نمیدونه که این، گفتم مارتا 3 پسر داشته، علی، ابراهیم و اسماعیل. اسماعیل همونی است که قرار است پادشاه بشه 7 سال دیگه. و خلیفه های تاتاری اینو بردن. خلیفه های همون شیخ بدرالدین، همونایی که به اصطلاح به قول ما عصابه بودن، گروه خطرناکی بودن، اونا این بچه رو بزرگ داشتن میکردن. ولیکن بعد دیگه تاریخ از ابراهیم و علی چیزی نمیگه که اونا کجا رفتن. از مارتا هم کسی سخنی نمیگه. فقط همین شاه اسماعیل که میشناسه آدم، که نه پدرشو کسی میشناسه، نه مادرشو، نه برادراشو. من در اینجا خودم یک شک دارم که بازم در یک جای دیگه به صورت یک دلیل خواهم گفت که اصلا شاید این شاه اسماعیل همون اولاد صفی‌الدین اردبیلی از بین رفته باشه، اینا یک بچه دیگری رو آورده باشن، چون که مردم دنبال همین شیخ پرستی بودن تاتارا
یک کسی دیگری رو آورده باشن و اصلا این از نسل شیخ صفی‌الدین اردبیلی نباشه. این ممکنه، چون که نه برادری برش مونده بود، نه خواهری برش مونده بود، نه مادری برش مونده بود. به کسی نمیگه که اگر اسماعیل است برادرش کجا رفت. به هر حال اینها این رو بردن و به لاهیجان پنهان کردن تا 8 سال بعد یک قیام عمومی بکنن و بیان تبریز رو بگیرن و بعد از اون ایران رو بگیرن. پس بعد از این 2 جلسه طولانی ما رسیدیم به اصل قضیه که اون امروز باز نمیگیم، برای قسمت سوم این برنامه میذاریم. اصل قضیه ظهور شاه اسماعیل، آشکار شدن امرش و پیروز شدن او در تبریز و ایجاد سلسله صفوی هستش که این رو در برنامه بعد خواهم گفت. فقط عبرتی که گرفتیم از درس از قسمت اول این بود که باید جلوی گمراهی ایستاد، که نه گمراهی بزرگ میشه، مثل یک زخم است که غده است که سرطانی میشه اگه جلوش نگیریم. دوم این که برای پیشرفت در کار چه خوب چه بد هر کس که دست به اسلحه ببره او متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم پیروز میشه. همون که یک بار من در شهر لاهور به موزه رفته بودم و اونجا که مردم فارسی نمیگن ولیکن در موزه یک خطی به خط تاریخی نوشته بودن بر سر اسلحه نادرشاه افشار که در اونجا مثلا در موزه گذاشته بودن، نوشته بودن هر که شمشیر زند سکه به نامش خوانند. نگاه نمی‌کنن که حق است یا باطل است. و درس دوم یا عبرت دوم این بود که انسان باید از عقیده خود دفاع کنه. ممنونم که به صحبت‌های من تا این لحظه گوش کردید. شما رو دعوت می‌کنم که قسمت سوم این برنامه رو هم ببینید که درباره جنایت‌های شاه اسماعیل صفوی است. تا برنامه بعد، خدا یار یاور شما باد. الله حافظ شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.